فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزمون خالد از ایران نوشتن که 2 رکعت نماز تحیت وضو بعد از اذان مغرب قبل از اقامه جایز است یا نه؟ بله، نماز تحیت المسجد یا تحیت الوضو جز نمازهایی است که اسباب دارند، یعنی پس بنابراین بعد از نماز فجر هم درسته، یعنی قبل از طلوع آفتاب و قبل از مغرب هم درست است و خصوصا در میان فاصله اذان و اقامه که در نماز مغرب هست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند در میان هر 2 تا اذان نمازی هست، در اینجا هم تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا حتی 2 رکعت بدون سبب را 2 رکعت نفل خالص رو هم خوندنش جایزه و هیچ اشکال شرعی نداره. بله، یعنی بعد از اینکه مغرب اذان داده شد دیگه اون وقت ممنوعه که از خارج میشه و قبل از این که نماز اقامه بشود و اگر فرصتی هست اگر فرصتی هست میتواند 2 رکعت بخواند، هیچ اشکال نداره و جایز هست و رسول الله هم ترغیب فرمودند. یک حدیث کلی در این زمینه وجود داره که در میان هر 2 تا اذان نماز هست برای کسی که میخواهد.